عجیبترین معلم دنیا بود. امتحاناتی که هر هفته می گرفت و هر کسی باید برگهی خودش را تصحیح می کرد. اون هم نه در کلاس، در خانه. دور از چشم همه. اولین باری که برگهی امتحان خودم را تصحیح کردم 3 غلط داشتم. نمیدانم ترس بود یا عذاب وجدان، هر چه بود نگذاشت اشتباهاتم را نادیده بگیرم و به خودم 20 بدهم. فردای اون روز وقتی همه بچه‌ها برگه هایشون را تحویل دادند، فهمیدم همه 20 شدند به جز من که از خودم غلط گرفته بودم. من نمیخواستم اشتباهاتم را نادیده بگیرم و خودم را فریب بدهم. بعد از هر امتحان آنقدر تمرین میکردم تا در امتحان بعدی نمره بهتری بگیرم. مدت‌ها گذشت و نوبت امتحان اصلی رسید. امتحان که تمام شد، معلم برگه ها را جمع کرد و برخلاف همیشه در کیفش گذاشت. چهره همکلاسی هایم دیدنی بود. آنها فکر میکردند این امتحان را هم مثل همه امتحانات دیگر خودشون تصحیح میکنند. اما این بار فرق داشت. این بار قرار بود حقیقت مشخص بشود. فردای اون روز وقتی معلم نمره ها را خواند، فقط من 20 شدم. چرا؟ چون برخلاف دیگران از خودم غلط میگرفتم. از اشتباهاتم چشم پوشی نمیکردم و خودم را فریب نمیدادم.